مثلا میگیم که کجدار و مریض. خب تو نگارش شما دارید میگی؟ آره این مثلا مریضش که مشخصه، کجدار و مریضش یعنی یه جوری در وسط قرارش بده، فعل نهی. پس با مریض بیمار نیست، مریضه یعنی اون رو نریز، کجش بدار ولی نریزش. یا مثلا میگیم گرگ بالان دیده ولی بارون. آره هم باران مینه هم بالان دیده ولی بالانه. تو کتاب کلیله و دمنه بعد توضیح استاد مجتبی مینوی در اون زیر اومده بالان دام مخصوص گرگ بوده که اگر یه به دام‌هایی که گرگو میگرفتن باهاش، تله‌هایی که گرگو باهاش میگرفتن بالان میگفتن. حالا اگر یه گرگی میتونسته از یه بالان بیرون بیاد پس قدر مسلم با تجربه میشده، برای اینکه باران خب یه چیزیه که باران به همه میخوره، نمیتونه با تجربهش کنه. یا مثلا میگیم باج یا باج به شغال ندادنه، این شقاده برادر ناتنی رستم. میگی من به باج به شغال نمیدم. آره به شقاده برادر رستمه، چون که داستان چی بوده؟ داستان اینه که سیستان در سلطه در واقع رستم بوده تو شاهنامه. بعد یک منطقه‌ای رو، چون اینم برادر ناتنی بوده، یک منطقه‌ای رو میگیرن و بعد شغاد میگه که باج رو از حالا به من بدین، چون آدم بی